سلام علیکم برادرای شهر محمد غریب. به همتون خنده در لبانتون تمنا میسازم. یک قصه نوبتی نقل میکنیم درباره مردکی بسیار مگوزه. سحر خیلی در کابینت تق تق میشه، یک مرد وارد کابینت میشه، دکتر سلام میگه و مردک سر میکنه. بعد هر یک کلمه گفتگیش میگوزیده. سلام دکتر، سلامتی ها، خوبه، خونه، فرزنده همه تینجای. دکتر میگه برادر بس چیگه پای چند وقت شدی خیلی کار؟ شش ماشید، نمیتونم، شرمنده ام. گفته که برادر ما اوقات اسپیسیالیست های وزبین نیستیم، خیلی حرکت میکنیم که صداش هم که گون کردن نتونیم، آوازش دیگر گون میکنیم که پریاد نباشه، پریاد نه. خراشو میگه مرده که میگه برو که کش اینجا تپچه به یا چرک کنوش دمیزنه. میگه من یک دسته میگم میخزی، سوال دادم تو سوالم جواب متی. مرده که بیچاره میخزی ای طرف سلام علیکم و اوسو سلام علیکم کنوش هم خیلی صدا بروسای سلام علیکم دکتر سازی فرزنده نزن خدا عمری 1000 سالتی تا حق خدمت چند سال میشه دکتر؟ حق خدمت $2000. ما در چرک در کنستای ای خودت همون صدای اولانگیش خیلی خوبه زاتو به پولای سلام بزرگ. نفهمیدیم روز بگشت وچ نادما گاو مال بکار ما سغیره میگویم کجا دو مگردی از سغیره به سایی بگی بیا کجا دو مگردی؟ نمیجا دا گشته سانکو گشته نیمه هیچ نه یک عمر باید مطرب بکو خیلی گفته نیمه آسانه یک عمر میری گون میشی کجا دا گون میشه؟ نمیدونم رسیه میری کجا میری برادر این پدری تر در رسیه اوکی گل بکو نمیوه